ترقیات اقتصادی دولت سامانیان در عصرهای 9 و 10 در ماوراءالنهر و خراسان حیات اقتصادی و اجتماعی در جوش و خروش بود. زمین که ثروت اساسی حساب می‌یافت در دست خاندان سامانی، سرکردگان حربی و روحانیان بود. سرکردگان حربی برای خدمت‌های شایسته‌شان به خاندان سامانی، به دهه و شهر و حتی به ولایت نیز صاحب می‌شدند. مالیات دهه و شهر و ولایت‌های در دست داشته‌شان به دست آنها می‌رفت. چنین عملداران می‌کوشیدند که این گونه زمین‌ها را میراثی کرده به آیندگان خود گذارند. بعضاً حکومت مرکزی به آنها گذشت می‌کرد. این حالت تا به جایی رسید که آنها سرکشی هم می‌کردند. از حساب نفوذ روحانیان در دولت سامانیان شمار مدرسه و مسجدها زیاد می‌گردید. تاجران بزرگ دولت سامانیان کوشک و قصرها، کاروانسرای‌ها و دکان‌ها، آسیاب و زمین‌های کلان را در دست داشتند. مردمان ماوراءالنهر و خراسان که زراعت پرور و چاروادار بودند، برای آبیاری زمین‌های خود از دریاهای سرخاب، کافرنیخان و زرافشان استفاده می‌بردند. کشاورزان در زمین‌های آبی گندم، جو، شالی، لوبیا، نخود و غیرها کشت می‌کردند. پختکاری در وادی‌های سوخت، فرغانه، حصار، وخش و مرو رشد کرده بود. باغ و تاک‌پروری که کسب باباگی تاجیکان بود، در زمان سامانیان خیلی پیش رفت. شهرهای سمرقند، بخارا، پنجکین، خوجند و مضافات فرغانه و استرافشان با زردالو، شفتالو، انار، انگور و چهارمغز خود مشهور زمان گردیده بودند. در منطقه‌های کوهی دولت سامانیان رمه‌های بز و گوسفند، شتر و اسب پرورش می‌یافتند. بهترین اسب‌ها در خوتلان بزرگ پرورش می‌یافتند که مشهور زمان خود گشته بودند. در مرو کرمک پروری، در هرات زنبوری عسل و در وخش و چغانیان ذات مخصوصی گوسفند پرورش کرده میشد. از ناحیه‌های بالاآب زرافشان آهن، طلا و نقره می‌گرفتند. درواز و روشان و شغنان باشند مرکز استحصال نقره و طلا و لاجورد بودند. آهن برای شهر و دهه‌های دولت سامانیان بیشتر از استرافشان برده میشد. بزرگترین مرکز استخراج نقره و سرب کان منصور بود که امروز در تاجیکستان واقع است. کاغذ سمرقند با شهرت خود در خلافت عرب و غرب پهن گشته بود. خلاصه ماوراءالنهر و خراسان در زمان حکمرانی سامانیان به اوج اعلای ترقیات خود رسیده بود.